به نام خدا. سلام عرض می‌کنم خدمت کاربران شبکه‌های مجازی تعاونی مهرخا صنعت. ما از این به بعد به صورت مستمر فیلم‌های کوتاهی رو خواهیم داشت جهت معرفی محصولات تعاونی مهرخا صنعت و بالاخص خواص این محصولات. در ابتدا ما محصول تخم بلدرچین رو در بسته‌بندی‌های 12 تایی و 90 تایی خدمت شما معرفی می‌کنیم و پس از اون خواصش رو خدمت شما عرض خواهیم کرد. تخم بلدرچین خواص فوق‌العاده زیادی داره. از جمله خواص تخم بلدرچین سرشار بودن اون از امگا 3 هست که برای تقویت هوش و حافظه استفاده میشه. غنی بودن تخم بلدرچین از آهن، ویتامین‌های آ، ب، س، اسیدهای آمینه و میکروالمان‌ها از فواید دیگه این محصول هست. تخم بلدرچین توصیه شده واسه دوران بارداری، واسه باهوش شدن جنین. تنظیم سیکل خواب رو شما میتونید با مصرف تخم بلدرچین داشته باشید. تخم بلدرچین مناسب هست برای سنین رشد کودکان و نوجوانان. برای افزایش مقاومت بدن فوق‌العاده مفید هست. تخم بلدرچین کلسترول نداره یا بهتر بگیم کلسترول مضر نداره. کلسترول تخم بلدرچین خیلی کم هستش و اون محلول در آبه که به گفته کارشناسان تغذیه کلسترول محلول در آب هیچ نوع ضرری واسه انسان نداره. با مصرف تخم بلدرچین شما میتونید تنظیم سیستم عصبی، قلبی، گوارشی و درمان بیماری تشنج رو داشته باشید. به علت کراتین خاصی که در اون ذخیره هست در درمان بیماری آسم تاثیر معجزه‌آسایی داره که من این رو بارها به صورت بالینی به بیماران آسمی تست کردم، آزمایش کردم و به لطف خود جواب مثبت هم گرفتیم. استحکام عضلات و استخوان‌ها رو شما میتونید با مصرف تخم بلدرچین به همراه داشته باشید. تخم بلدرچین دفع مواد رادیواکتیو و فلزات سنگین نظیر سرب و جیوه و مواد زائد سرطانزا رو از ارگانیسم بدن انجام میده که با وضعیت عمومی کشورمون که حالا آلودگی‌های هوا رو داریم، گرد و خاک‌های بیماریزا رو داریم، این محصول به شدت میتونه به ما کمک بکنه برای سالم موندن بدن. به دلیل حجم کمی که تخم بلدرچین داره و میزان بالای پروتئین اون نسبت به تخم مرغ برای ورزشکاران به خصوص بدنسازان عزیز نیز توصیه میشه. به دلیل کامل بودن و نداشتن هیچ تاثیر سوئی در شیرخواران به عنوان بهترین مکمل دوران شیردهی میتونید از تخم بلدرچین استفاده بکنید. تخم بلدرچین حساسیت ایجاد نمیکنه. به هیچ عنوان تخم بلدرچین هیچ نوع حساسیت ایجاد نمیکنه. ماسک سفیده تخم بلدرچین همراه عسل برای پوست‌های چرب و زرده با عسل برای پوست‌های خشک باعث تراوت، شادابی و رفع چین و چروک و لکه‌های پوست میشه. تخم بلدرچین به دلیل نداشتن کلسترول مضر قابل مصرف برای تمام افرادی که مصرف تخم مرغ براشون منع شده. تخم بلدرچین در مقایسه با تخم مرغ از ارزش غذایی بالاتری برخورداره. یک تخم بلدرچین هرچند از لحاظ وزنی حدود 1/4 وزن تخم مرغ معمولی رو داره ولی نسبت به اون دارای 5 برابر فسفر، 7.5 برابر آهن، 6 برابر ویتامین B12 و ویتامین B1 هست و 15 برابر ویتامین B2 و ریبوفلاوین رو داره. از این رو بمب ویتامین میگن. تخم بلدرچین در کشور ژاپن به دلیل غنای بالای امگا 3 و فسفر به عنوان بخشی از صبحانه کودکان و دانش آموزان محسوب میشه. جذب ویتامین های نکته مهم اینه که در افراد بالای 40 سال جذب ویتامین های بدن با افزایش سن بسیار کم میشه. از این رو مصرف روزانه تخم بلدرچین رو به افراد بالای 40 سال برای بالا بردن مواد معدنی و ویتامین های بدن و جلوگیری از کار افتادگی زودرس و پیشگیری از سرطان توصیه می‌کنیم. تخم بلدرچین در افراد پیر و مسن مجدد قوای از دست رفته جوانی هستش. از همراهی شما با شبکه‌های مجازی تعاونی مهرخا صنعت سپاسگزاریم.